سلام كمسك الختام. پدر جان، وظیفه های دینی ما کدام هایند؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. پسر جان، پیش از آنی که به تو وظیفه های دینی هر یک مسلمان را گویم، این را بدان که وقتی که انسان به بلاغت می رسد باید وظیفه های دینی خود را انجام بدهد. الله تعالی به ما نعمت های فراوان عطا نموده است و از همه اینها مهمترینش عقل می باشد. به شرافت عقل ما می توانیم راست را از دروغ، بدی را از نیکی فرق کنیم. از این خاطر عقل و قابلیت فکرانی انسان را از حیوان جدا می کند. ولی این نعمت یعنی عقل به دوش ما وظیفه های نیز می گذارد، زیرا الله تعالی که به ما همه این نعمت ها را عطا نموده است ما را بی مقصد نآفریده و بی مسئولیت نگردانیده است. وی به ما حکم کرده است که کارهای فایده‌ناک و نیک را به انجام رسانیم و از کارهای بد دوری جوییم. به ما بعض وظیفه ها را فرموده است که اجرای آنها در هر دو جهان برای ما خوشبختی می آورند و به ما امر شده است که این عملها را اجرا نماییم. آن عملهایی که ما باید آنها را انجام بدهیم و آن عملهایی که ما نباید انجام دهیم وظیفه های دینی ما نامیده می شوند. وقتی که هر یک مسلمان سالم العقل به بلاغت رسید، وظیفه های دینی خود را انجام دادن بر او فرض می شود. پدر جان، انسان کی به بلاغت می رسد؟ پسر جانم، این را بدان. سینی که انسان بالغ می شود وابسته به خصوصیت های ساخت بدن و شرایط های اقلیمی بوده برای انسان ها از همدیگر فرق می کند. پسر بچه ها از 12 ساله تا 15 سالگی و دخترها باشند از 9 ساله تا 15 سالگی به بلاغت می رسند. اگر در سن 15 سالگی در دختر و یا پسر علامت بلاغت وجود نداشته باشد هم آنها بالغ حساب کرده می شوند و عهده‌دار می شوند که دستورهای دینی خود را اجرا نمایند و از عملهایی که خداوند منع کرده است دوری جویند. خلاصه هر یک مسلمان سالم العقل وقتی که به سن بلاغت رسید او مکلف می شود که وظیفه های دینی خود را انجام بدهد. پدر جانم، کلمه مکلف چی معنی دارد؟ پسر جانم، شخصانی که به سن بلاغت رسیده اند و صاحب عقل و مسئول می باشند که دستورهای دینی خود را اجرا نمایند مکلف نامیده می شوند. این بود درس امروزه. اگر خداوند فرصت دهد در درس بعدی افعالی که هر یک مکلف باید انجام بدهد آن را با شما دیده می برایم. پدران و مادران عالی قدر، وظیفه خود را که تربیه فرزند است فراموش نکنید. تربیه امروزه هر یکی ما به فرزندان این سعادت و خوشبختی آینده فرزندان در این دنیا و آخرت می باشد. نوا را به یار و دوستانتان بفرستید، ما را دستگیری بکنید. دستگیری شما پیشرفت ماست و منتظر درس های آینده باشید و دعا را در حق ما فراموش نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بناياك